ساکنان محلی قهرمان جماعت دهات یاوه نوحه باباجان غفورов با گذاشتن دیگ سمنک سرجم گردیدند. با شعر و سرودخوانی این جشن قدیمی مردم تاجیک را استقبال نمودند. محالمو سملک کراسیم کلینچکو من دخترو همه همو سملکو نقشه و دلوهیم خدا الهیم شرمنده نکند تنی جانی که به نگاه دارد در خطارش انای مهایم نگاه دارد همین قهرمان که چنگی کلینو دخترو پسرو همش خدا الهیم بختش تید ببخشود. بانوان محل در زیر دیگ آتش در گرانیده سمنک را به پختن شروع کردند. زنان و دختران گرد آن سرجم شده با نوبت برای خوب آماده گردیدن این خوراک نوروزی مهنت کشیدند. همسایگان با نیت نیک به دیگ سمنک آرزوهای خود را گفتند. جوانان باشند با آرزوی طالع نیک و خوشبختی گرد آمدند. سمنک را مدت 12-14 ساعت جوشانیده پس آن دم کردند. دختران محل اطراف آن در وصف سمنک و نوروز شعرخوانی کردند. بهار آمد صدای بلبل آمد نسیم فارم و بی گل آمد لباسی صبر و صحرا ببرکت کلاهی سفید را آلو بسر کرد. یگانه خوراکی که در یک سال تنها یک مرتبه آماده میکنند این سمنک می باشد. با رقص و شادی زنان و بانوان اطراف دیگ سمنک و دعای نیک مادران سمنک پزی اهل محل تا دیر ادامه کرد.